فرض کن تصمیم بگیریم همدیگر رو ببینیم. من فکر میکنم یه بخش عظیمی از مشکلات مملکت ما هست، چون بخش عظیمی از مشکلات مملکت ما برای ندیدن قاضی متهمو نمیبینه، اصلا نمیخواد اینو درک کنه. یادمون دادن همش همدیگر رو زیر بگیریم، یه ذره همدیگر درک کنیم. مثلا من قاضی که اشد مجازات میده رو نمیفهمم. چرا اشد مجازات میده؟ چرا این کارو میکنی؟ الان آقای امیر تتلو یه ویدیو واسه خود من فرستاده، تو ویدیو میگه من توبه میکنم، من پشیمونم، من میخوام برگردم، کمکم کنید، نجاتم بدید، من میخوام برگردم. من به 1000 نفر رو زدم که آقا بیا این فیلمش، اصلا وقتی ایران نبود گفتم آقا این فیلمش، این توبه کرده، این میخواد برگرده، این میخواد اصلاح بشه، این میخواد اصلاح کنه، کمک بیایید بکنید. کسی کمک نکرد به اون، کسی کمک نکرد. حالا طوریست من فیلمشو منتشر میکنم که اینجوری شد. چرا فرصت جرم نمیدید بهش؟ بنده امیر تتلو توبه میکنم، غلط کردم، مثلا از کشور آمدم بیرون وسط این وضع دستانه بعد 5 سال زحمت و زندگی. آقا من ببخشید، من غلط کردم، اشتباه کردم، اومدم اینجا خیلی سرم موزیک کار کنم. من دلم مگه میتونید توبه کسی رو نپذیرید؟ کی هستید شما که توبه نپذیرید؟ اصلا بذارید من برگردم جبران کنم. آقا چیز بد خوندم خوبشو میکنم. این که قبلا هم نشون داده که این توانو داره. این تو ایران بود یه دونه فوش نمیداد تو کاراش، عاشقانه میخوند، درجه 1 میخوند، طرفو بردید رو نا وایساده واسهتون خونده. عجب دریای سرامیزی غمای عالم. من نمیدونم این قاضی که اشد مجازات براش مینویسه مثلا 10 سال، چرا دنبال چی هستی؟ چرا این کارو میکنی؟ بعد مثلا گفتن اتهام زدن صاحب النبی. آقا این اصلا به یکی دیگه فوش داده، اصلا به اهل بیت نبوده، غیر از این که اصلا تو حالت عادی نبوده. بعد حالا قاضی اومده گفته باره صاحب النبی نبود. بعد دوباره شما اعتراض کردین. چرا این کارو میکنی؟ من نمیفهمم چیزی. زنده است، میگه بذارید درستش کنم، اصلاح کنم، خرابیمو درست کنم. چرا نمیذارید؟ من میدونم میلیون ها نوجوان و جوون طرفدارشن، فنشن، تو گوشیشونه، بچهای خودتون، همین شما که اینجوری فکر کنید، نوه هاتون. بابا مگه نمیگید باعث انحراف شده، باعث چه میدونم فساد شده؟ میگه بذارید جبران کنم. این که نمیذاری رو من نمیفهمم یعنی چی. اینی که اجازه نمیدی رو من متوجه نمیشم. چرا نمیذارید جبران کنه؟ من نمیفهمم چیزی. کمک کنید جبران کنید. بعد الان تو استودیو باشه، نه تو زندان، اونم تو یه زندانی که شرایط درستی نداره. اصلا واقعا نمیفهمم یه کسی فرصت نه میدونم خود اعدام کنید یا الان اعدام کنید درست میشه. ولی اصلا بیاد از این بحثا بیرون، رو کم کنید. نه آقا با هم رفیقیم. آقا واقعا چرا شما توبه نمیپذیرید؟ چرا تا من تو رو از خودم ندونم، به تو فکر نکنم، هم دردی با تو نکنم، هم فکری با تو نکنم، واجب ندونم درک تو رو برای خودم، جهان بدتر از بدتر خواهد شد. مگر اینکه تو از من باشی، مگر اینکه دوست داشتن تو مهم باشه، مگر اینکه اصلا من باید تو رو دوست داشته باشم، مگر اینکه اصلا من تو رو دوست دارم، اصلا تو منی، من تو هم. نه اصلا اینا رو ولش کن. آقا دوست داشتن تو حال من رو بهتر میکنه. میفهمم فازشو وقتی یکی میخنده،